سلام دوستان عزیز، من یاشار هستم. به کانال ساوانا خوش اومدید. امروز قراره یکی از غم‌انگیزترین و عجیبترین داستان‌های طبیعت رو براتون تعریف کنم. ماجرای به گل نشستن 416 نهنگ خلبان تو سواحل نیوزلند در تاریخ فوریه 2017. این داستان پر از احساسات و تلاش‌های قهرمانانه و رمز و رازهای حل نشده است. پس با من همراه باشید که قراره حسابی شگفت زده بشید و شاید حتی اشکتون در بیاد. قبل از اینکه بریم سراغ ماجرا، بیایید یکم با نهنگ‌های خلبان آشنا بشویم. این موجودات در واقع نهنگ نیستند، بلکه از خانواده دلفین‌ها هستند و بهشون والهای خلبان میگن، چون انگار یه رهبر تو گروهشون دارن که بقیه رو هدایت میکنه. نهنگ‌های خلبان بلند باله که تو این داستان نقش اصلی رو دارن، معمولاً بین 5 تا 7.5 متر طول دارن و تا 3 تن وزن. اینا توی اقیانوس‌های عمیق زندگی میکنن و عاشق شکار ماهی‌های مرکب و ماهی‌های کوچیک هستند. چیزی که این موجودات رو خاص میکنه پیوند اجتماعی فوق‌العاده قویشونه. اونا تو گروه‌های 10 تا 50 تایی و گاهی حتی بزرگتر زندگی میکنن. این گروه‌ها مثل یک خانواده خیلی صمیمی هستند. اگه یکی از اعضای گروه به دردسر بیفته، بقیه به هیچ قیمتی تنهاش نمیذارن. همین حس وفاداری گاهی باعث میشه که اگه یکی از اونا به اشتباه به سمت ساحل بره، بقیه هم دنبالش برن و همه گیر بیفتن. یک نکته جالب دیگه اینه که این نهنگ‌ها از اکولوکیشن یا همون سونار طبیعی برای جهتیابی استفاده میکنن، مثل یک رادار زیر آب. ولی تو آب‌های کم عمق یا ساحل‌هایی مثل فرولیسپید که شیب ملایمی دارن، این سیستم گاهی گمراهشون میکنه و باعث میشه به دام بیفتن. حالا بریم سراغ داستان اصلی. صبح روز 10 فوریه 2017 یک گروه 3 نفره شامل یک نویسنده و یک عکاس و یک راهنما به اسم چری موریسون و جی ناصر به سمت فرولیسپید تو جزایر جنوبی نیوزلند حرکت کردند تا طلوع آفتاب را تماشا کنند. این ساحل که یک نوار باریک 26 کیلومتریه و مثل یک انگشت توی دریای تاسمان کشیده شده، خاطر زیبایی و آرامشش معروفه. اما وقتی این گروه به ساحل رسیدن، با صحنه‌ای روبرو شدن که قلبشون رو فشرد. 416 خلبان بلند باله روی شنهای ساحل به گل نشسته بودند و صدای ناله و آهشون همه جا رو پر کرده بود. موریسون به واشنگتن پست گفت آسمون صورتی و قرمز بود و تا چشم کار میکرد نهنگ بود. واقعا صحنه غم‌انگیز و ترسناک بود. از این 416 نهنگ متاسفانه 250 تا 300 تاشون تا صبح همون روز مرده بودن. این سومین به گل نشستن بزرگ تاریخ نیوزلنده که از قرن 19 هم ثبت شده. بزرگترینش سال 1918 تو جزایر چتم با 1000 نهنگ بود. یک کارمند اداره حفاظت از محیط زیست شب قبل نهنگ‌ها رو تو آب دیده بود، ولی تا صبح اونا به ساحل اومده بودن. هنوز دقیقاً معلوم نیست چرا این اتفاق افتاد، ولی چند تا نظریه وجود داره. شکل عجیب فرولیسپید مثل یک تله طبیعی عمل میکنه. آب‌های کم عمق و شیب ملایم ساحل باعث میشه اکولوکیشن نهنگ‌ها درست کار نکنه و اونا فکر کنن هنوز تو آب‌های عمیقن. اگه یه نهنگ بیمار یا زخمی به ساحل نزدیک بشه، بقیه اعضای گروه به خاطر پیوند اجتماعی قویشون دنبالشون میرن و همه گیر میافتن. بعضی دانشمندان میگن سونارهای نظامی یا سر و صدای کشتی‌ها میتونه سیستم جهتیابی نهنگ‌ها رو به هم بریزه. حتی یه نهنگ مرده تو این ماجرا آثار گاز گرفتگی کوسه داشت که شاید نشون بده اونا از یک شکارچی فرار کردن. ممکنه بیماری مثل آنفولانزا یا ویروس خاصی گروه را ضعیف کرده باشه. محقق‌ها نمونه‌هایی از این نهنگ‌های مرده گرفتن تا موضوع رو بررسی کنن. تا صبح روز 10 فوریه اداره محیط زیست و گروه‌های خیریه دست به کار شدند. بیش از 500 داوطلب از جمله خانواده‌ها با بچه‌های کوچیک به ساحل آمدند. اونا روی نهنگ‌ها آب می‌ریختن، پارچه‌های خیس روشون می‌ذاشتن تا خنک بمونن و حتی بچه‌های مدرسه آهنگ می‌خوندن تا نهنگ‌ها رو آروم کنن. یکی از داوطلب‌ها به اسم پترا دوبوا به سایت استاف گفت این غم‌انگیزترین چیزی که تو عمرم دیدم. این همه موجود زنده که دارن تلف میشن. ساعت 10:30 با جذر و مد امدادگرا تونستن حدود 100 نهنگ رو به آب برگردونن. این کار میگن ریفلوت. اما خیلی از این نهنگ‌ها دوباره به ساحل برگشتن چون نمیخواستن گروهشون رو تنها بذارن. تا غروب 80 تا 90 نهنگ دوباره به گل نشسته بودن. داوطلب‌ها حتی یه زنجیره انسانی تو آب تشکیل دادن تا نهنگ‌ها رو به سمت آب‌های عمیق هدایت کنن.
تا روز بعد 11 فوریه یک گروه 200 تایی دیگه از نهنگ‌ها به نهنگ‌های قبلی ملحق شدند و این ماجرا رو پیچیده‌تر کرد. متاسفانه 20 نهنگ از گروه اول به خاطر وضعیت بعدشون توسط مقامات امضا شدند تا بیشتر زجر نکشند. این ماجرا قلب مردم نیوزلند و دنیا رو به درد آورد. رسانه‌هایی مثل واشنگتن پست، رویترز و گاردین گزارش‌های احساسی از این رویداد منتشر کردند. واشنگتن پست نوشت داوطلب‌ها با همه وجودشون برای نجات این موجودات تلاش کردند، اما خیلی‌ها فقط میتونستن گریه کنند. تصاویر عکاس‌هایی مثل جین آسر و دپ برایز از این صحنه‌ها تو شبکه‌های اجتماعی وایرال شد. مردم محلی از جمله قبیله مائوری که نهنگ‌ها رو موجودات مقدس میدونن با تمام وجود به کمک اومدن. یکی از داوطلب‌ها به اسم پیتر وایلز گفت این یکی از غم‌انگیزترین چیزایی بود که دیدن. این همه موجود زنده که روی ساحل دارن تلف میشن. اداره حفاظت از محیط زیست عملیات نجات رو رهبری کرد. اندرو لاماسون مدیر عملیات DOC به گاردین گفت شرایط خیلی سخت بود. هوا سرد و خیس بود و خیلی از داوطلبا 9 ساعت تو آب بودن. فقط آدمای قوی میتونستن تو این موقعیت دوام بیارن. چون کار تو شب خطرناک بود، عملیات نجات شبانه متوقف شد و صبح روز بعد ادامه پیدا کرد. مقامات حتی حریم هوایی بالای فریول اسپیت رو محدود کردند تا هواپیماها و پهپادها مزاحم کار امدادگران نشن. خب دوستان، این داستان واقعا قلب آدمو به درد میاره. اگه این ماجرا شما رو هم مثل من تحت تاثیر قرار داد، یک لایک حسابی برامون بذارید که انرژی بگیریم. اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید، حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله رو فعال کنید که هیچ ویدیویی رو از کانال ساوانا از دست نده. نظرتون چیه؟ فکر میکنید چرا این نهنگ ها این کار رو کردن؟ اگه ایده یا نظری دارید توی کامنت ها برامون بنویسید. این ماجرای 416 نهنگ خلبان تو فریول اسپیت به یک یادآوری غم انگیزه. اینکه طبیعت چقدر میتونه پیچیده و شکننده باشه. تلاش داوطلبا، گریه‌های مردم و حتی آهنگ‌هایی که بچه‌ها برای آرام کردن نهنگ‌ها خوندن نشون میده ما آدم‌ها چقدر به این موضوعات شگفت‌انگیز اهمیت میدیم. ولی هنوز سوال اینه چرا این اتفاق افتاد؟ شاید یک روز جوابشو پیدا کنیم. مرسی که همراه من یاشار و کانال ساوانا بودید. بیایید به هم قول بدیم که بیشتر از طبیعت و موجوداتش مراقبت کنیم. تا ویدیوی بعدی همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.